یکم قناعت. دوم یکم من مختصر هر کدامی را بیان میکنم. دختری عزیز، با شوهر یک دل و یک زبان باش. با دختر یک دل و یک زبان باش. گاه دختری عزیز حالتهای به سر تو می آید که تو در همون خانه گناه نداری، عیب نداری، ولی گناه و عیب را به گردن تو بار میکنند. دختری عزیز، در حالتی که آن گناه آن عیب را در گردن تو بار کردن، تو کوشش نکن که عیبها را در گردن شوهر خود بار کنی، بلکه تحمل کن، برداشت کن، خاتمش برای تو بخیر می آید. بسیار از این واقعه برادر عزیز، ببینید بسیاری از خواهرای ما و شما در این حالتها وقتی روبرو میشوند، وقتی در بین جنگ اونها برای آشتی اونها دست درازی میکنی، فقط گپش همین است: من عیب ندارم، من کمبود ندارم. ولی عیب نداری، کمبود نداری، ولی اگر تو صبر میکردی و همون را به گردن خودم که اگر میگرفتی، این حق چیزی نیست که دائم رو پوش باشد. روز از روزا اون حق خودش با آشکار میکند. با روز این شوهری تو است، خسوری تو است، خوشدامنی تو است، به سر خلاصه می آید که همون زمان ما این کلی نه گناهگار کرده بودیم، حالا که این عیب او نبوده است، با همون جده بعد او از تو عذرخواهی میکنه. این خیلی ساعت شم می آید، فقط انسان باید با صبر باشد. این مادر از دختر خود که زندگی خوب این مادر از سر گذرانیده بود و مادری بود که با قرآن و حدیث های رسول آشنایی که داشت، این نصیحت های خیلی قیمت بها را برای دختر خود میکرد. سوم، دختری عزیز، چشم برای دیدن، چهارم بینی برای بویدن است. ببینید دختری عزیز، چشم برای دیدن و چهارم نصیحت من بینی برای بویدن است. دخترم کوشش کن که با این چشم فقط و فقط شوهر تو خوبی ها بیند و پاکیزگی ها بیند و منظره های نیک بیند. زیرا دختری عزیز چشم از دیدن منظره های خوب راحت میکند، از دیدن منظره های ناخوب چشم ناراحت میشود. و بینی، حاضر من اینه برای شما شرح میدم، بینی برای بویدن است. کوشش کن دختری عزیز که وقتی که بینی بوی عطر یا یگان نوع خوشبویی را وقتی به مشام میرسد راحت میکنه، وقتی بوی بد به مشام میرسد بینی نفرت پیدا میکند. مراد این مادر از دختر این بود: دختری عزیزم، دائم خانه را پاکیزه نگه دار و دائم خانه را خوشبوی کن و همیشه در تازگی خانه و تازگی خودت بسیار با اهمیت باش. ببینید